اونها شد و همچنان در حال شدن اون هزینه ها هست، کجان؟ بعدش بعضی از دوستان اومدن میگن که بله رژیم چنج بشه، آخوندا برن، بعد هر چی شد. 46 سال ما داریم مبارزه میکنیم. اگر شما خوابیدین در امریکا یا اروپا یا کانادا هر جای دیگه، 46 سال ما داریم مبارزه میکنیم بر علیه جمهوری اسلامی. فرزندان ما در قیام مهسا آبان 98 و کف خیابون دست خالی اومدن بیرون. بیشتر از 1%، 2%، 3%ی که اون آقایی که الان تو لایو نیست اظهار فضل میکردن، خیلی بیش از 100 شهر ایران به پا خواستن. چی شد؟ با دوشکا و با تانک اومدن تو ماهشهر مردم رو تیکه و پاره کردن. کف خیابون با وینچستر زدن تو چش بچه مردم، تو زن و بچه مردم رو کشتن، زندانی کردن و همچنان هم دارن اعدام میکنن. چند روز پیش کورکور رو اعدام کردن. خواهشاً وقتی هیچی نمیدونید نظر ندید. از من درباره تکنولوژی IT و سایر تکنولوژی ها بپرسید، بنده دهنمو میبندم، چون هیچ سواد اونجوری ندارم. خواهشاً نظریه پردازی اشتباه نکنید، بقیه هم به اشتباه نندازید. پس شما به نظر شما الان ایران جنگ نیست، جمهوری اسلامی تو جنگ؟ نه، من فقط میخوام شما شما رو متوجه شدم. شما الان ایرانه، شما وطن الان بهش حمله نشده، شما حکومت شما یه حکومت نامشروعی که به مملکتت داره اون بهش حمله شده، مردم ایران بهشون حمله نشده. نه. ببینید اسرائیل اگر میخواد یه جایی رو بزنه از قبل اعلام میکنه که من مثلا میخوام منطقه نارمک تهران رو بزنم. به عنوان مثال میگم میخوام منطقه نارمک تهران رو بزنم. بارها هم اعلام کرده که خواهش میکنم اون منطقه رو خالی کنیم و اون دقیقاً نقطه زنی میکنه. یعنی دقیقاً خونه اون شخص. من سوالمو تکرار میکنم. به ایران حمله نشده. نارمک داره میخوره به جمهوری اسلامی یا به ایران؟ مردمی که الان اینترنت ندارن سران جمهوری اسلامی هن یا خانواده منن که الان 3 روز ازشون خبر ندارم؟ الان مردم ایرانن که بنزین ندارن، امنیت ندارن، چیز ندارن. جمهوری اسلامیه. من میخوام شما موضع تو روشن کنی، برای اینکه به نظر من تو وطن فروشی. من بر علیه جمهوری. ببینید خانم من شما رو نمیشناسم، بار اول میبینم. اجازه بدید گوش کنید ببینید من چی میگم. من شما اسرائیل، من ایران. شما ایران، من اسرائیل، فرقی نمیکنه. من 46 ساله دارم به این و اون پول میدم، اسلحه میدم، شما رو تهدید میکنم که تو از بین میدم اون کشوری باشم که به دیگران پول بده. نه من ترجیح میدم اون کشوری باشم که به دیگران پول میده که بره جنگ، به جای اون کشوری که پول میگیره که بره جنگ بکنه. اگر ایران به نیروهای نیابتی خودش اسلحه میداد که بره جنگ بکنه، امریکا و اروپا به اسرائیل دارن تریلیونی پول میدن 45 سال که اون که اسرائیل بره جنگ بکنه. پس من ترجیح میدم کشورم اونی باشه که پول میده که یک جای دیگه جنگ بکنه، به جای این که پول بگیره و بره مسئول جنگ کردن و به وجود آمدن امنیت تو منطقه. ما الان 2 ساله که داریم میبینیم که شما جمهوری اسلامی هستید داره میکنه. ما چه جنگی 75 ساله داریم که من نیا چیکار داره میکنه؟ من اینو نمیتونم که اون الان اومده وارد من شده. کار به گوز نکن، گوش کن. تو مجاهد کورکور آوردی، اسم مجاهد نکن. کورکور فامیل ماده. خانم ماری شما خود جمهوری اسلامی هستی. کسش نکن. چرا باید گوش کن؟ تو ایرانی هستی، تو ایرانی هستی. تو یه بختیاری هم اگر بس ایرانی هستی، یه لحظه آقای رسولی که افغانی ایرانی هستی، تو ایرانی هستی. اسرائیلی مایکتو ببند. یه لحظه خانم محترم، شمایی که اسلامی هم یه لحظه جناب اسماعیل، شمایی که پول میدید خانم ماری، شما مزدور جمهوری. همه مایکتونه یه لحظه ببندین. آره من مزدور جمهوری اسلامی، من هستم. خواهشاً جور دیگه بیان نکنید، جور دیگه خودتون رو معرفی نکنید. شما من مزدور جمهوری اسلامی، شما دوستان سلطنت طلب هم
یه لحظه جناب اسماعیل، یه لحظه. من مزدور جمهوری اسلامی چون تنم داره میلرزه، یه هفته است واقعا تمام بدنم داره میلرزه، به خاطر اینکه به خاک کشورم دارن حمله میکنن. من دارم میبینم اسرائیل تو دنیا چی کار داره میکنه، داره با مملکت منم همون کارو میکنه و من حالا بیام دست به دامن این بشم که این بیاد منو نجات بده. من جمهوری اسلامی، من خود جمهوری اسلامی، به خاطر همینه که من گفتم نه اجازه بدین. اول برنامه اومدم گفتم من یه سلطنت طلب سفت و سخت بودم ولی دیگه نیستم چون شد پسر نو یزی. بعد اسم مجاهد کورکور رو با چه اجازه میاره؟ از اسم فامیل من میخواد استفاده بکنه. تمام ما مخالفت، تمام کسانی که داخل جنگ با ربادی سگ اسمش چیه خامنه ای بودیم در حال حاضر مخالف تجاوز اسرائیلیم. میگه ایرانی اصیل، اول بسم الله اومد توهین کرد به همه. تو چه کاری؟ تو اصلا کی جن شناسی؟ همه فارس زبونا ایرانی اصیلن. نه اصلا با نژاد پرستی میان این دوستان پادشاهی خواه متاسفانه هم اسلام ستیزن، هم نژاد پرستن، هم خودشون ضد ایرانی هن. من حرفی که دارم میزنم برگشته به من میگه تو جمهوری اسلامی، پس من اگر یعنی چی؟ وقتی به من میگه تو یعنی جمهوری اسلامی یعنی خفه شو، یعنی تو هم دشمن منی، تو هم دشمن منی. خب پس تو هم خفه شو، تو هم باید حذف بشی. بعد این فرد که دقیقاً رفتاری رو که جمهوری اسلامی داره با مردمش میکنه، میاد با اپوزیسیون خودش میکنه، میگه من اپوزیسیونم، من برعکسم. شما خود اپوزیسیونی با یه حالت دیگه، با یه لباس دیگه. من قصدم عوض کردن لباس نیست که، قصد من آزاد کردن مردمه. مردم رو از جمهوری اسلامی بگیرم بدم دست شماهایی که خودتون قصدتون حذف کردن فردیه که باهاتون مخالفه. کجای حرفی که من زدم غلطه؟ شما میگین ایران غلط کرده به نیروهای نیابتیش پول داده که اونجا به جنگن. آره درست میگی، به همون دلیل اروپا و امریکا هم گوه زیادی خورده. الان 75 سال اسرائیل رو نشونده اونجا. اسرائیل اصلا برای چی باید تو فلسطین باشه، بین کشورهای عرب باشه؟ برای چی یه تیکه امپریالیست غرب باید اون وسط باشه؟ اصلا برای چی باید اونجا باشه؟ الان 75 ساله دارن به اون مملکت مولتی میلیاردی پول میدن که اونجا جنگ بکنه. از روزی هم که اسرائیل به دنیا اومده با همه همسایه‌هاش جنگیده، چون هی گفته اونا ممکنه بخوان با من بجنگن، چون اونا ممکنه بخوان بیان با من بجنگن. من رفتم با همشون جنگیدم، دارم نسل کشی میکنم. الان 300,000 نفر آخر هفته گذشته توی اروپا اومدن بیرون، لباس قرمز پوشیدن تو هلند که آقا ما خط قرمزیم. آره من پرستوی جمهوری اسلامی، شماها همه میخواین منو حذف کنین. با این طرز صحبت کردن با هم چجوری ماها میخوایم به آزادی برسیم؟ چیزی که من میبینم مثل من که 5 سال الان دارم بر علیه جمهوری اسلامی میجنگم، بعد الان میگم کشورم مهمتر از اون گوه گندیه که بالاش وایساده. مردم عادی هن که الان چیز میکشن، بدبختیشو میکشن، قحطیشو میکشن، بدون بنزین بودنشو میکشن، تمام این چیزا رو میکشن. چطور ممکنه که الان مردم رو بذاریم که مگه نمیگیم بارنگوی مردم باشیم؟ ماری جان من میتونم صحبت کنم؟ ببخشید یه لحظه ایمان جان، اول جناب مکسیم صحبت بکنن چون خیلی وقت منتظرن، بعد من مایکو میدم به شما. معذرت میخوام. من حرف خاصی ندارم، یه چند ثانیه فقط. باشه پس شما صحبت کنید بعد جناب مکسیم. جناب رسولی من از شما معذرت میخوام که راجع به ایرانی اصیل اصلا صحبت شد. ایرانی اصیل هیچ وقت به خودش نمیگه من یه ایرانی اصیلم. این در روش و منش و رفتار ما مشخص خواهد بود. فردی که اصلا فکر ایرانی اصیل و غیر اصیل به ذهنش خطور میکنه، چه برسه این که به دهن بیاره ایرانی واقعی نیست. ایرانی واقعی روی دیوارهای تخت جمشید نقش شده، همه رنگ و همه شکل و همه قد و همه رو. به خاطر همین من از شما معذرت میخوام که همچین اتفاقی افتاد. این خواهش میکنم یک لحظه
نه یه لحظه ببخشید بذارین جناب ایمان جان سریع صحبت بکنن، بعد جناب مکسیم، بعد من مایکو میدم به شما، بعد دوستان من دیگه یواش یواش بعد از حضورتون مرخص بشم. ممنون. فقط یه چیزی من به ذهنم رسید، فکر میکنم اولا اشکال نداره هر کی هر چی میاد بذار بگه، بذار ما همه رو بشناسیم و بدونیم اصلا با کی طرفیم. این یک. دوم این که من فکر میکنم اگر دفعه های بعدی قرار یک برنامه یک لایو بذاری همه بیان شرکت بکنن، به نظر من مهمه که شما یک سوژه یک موضوع داشته باشید و بگید که ما امروز یا الان حرفمون اینه، حول این محور باید صحبت بکنیم. سومین چیز و آخرین چیزی که میخوام بگم، الان توی این شرایط من خودم دارم میگم از جمهوری اسلامی نیستم و دوست ندارم این رژیم و 70-80% ملتم دوست ندارن، اما الان و امروز مشکل من جمهوری اسلامی نیست. مشکل من حمله اسرائیل که غیرقانونیه به کشور من، به آب من، به خاک من، به مردم من، به امنیت کشور من که زیرساختای کشور من رو داره زیر سوال میبره، بهداشت و غذا و خونه مردم رو. این اولویت همه این چیزاییه که من الان بهش فکر میکنم. یعنی بعد از اینی که ما از این گذر، از این عبور کردیم، بعد میتونیم به فکر چنج رژیم باشیم. ما نمیتونیم الان توی جنگ این کارو بکنیم. اگر این کارو بکنیم، ببخشید اینو میگم، توهین به کسی نباشه، من خودمو میگم، من ابلهم اگر همچین فکری رو دارم. وقتی تجربه سوریه رو داریم، وقتی عراق رو داریم، وقتی کشورهای دیگر رو داریم، مثل این میمونه بگم این آتیشه، اگه دست بزنی میسوزی. تو میگی نه من یه جور دیگه دست میزنم، من خودم بلدم چه جوری دست بزنم، کشورهای دیگه کردن، ما نکنیم. الان مشکل ما جمهوری اسلامی نیست، مشکل ما حمله اسرائیل و اینو باید دفع بکنیم و همین یه سوژه داشته باشیم برای دفعه های بعد. ممنون میشم. من اصلا با این حالی که الان هستم نمیدونم اصلا دیگه لایو بیام، برای اینکه انقدر من الان خودم حالم بده که همینو میخوان نباید شما کوتاه بیاین. چقدر صدا ما رو ببرن. بگذاریم جناب مکسیم. من فقط یک به آقای علی رسولی بگم. آقای رسولی، یه لحظه جناب ایران اصلی هست، جناب مکسیم خیلی وقت منتظرن، خیلی منتظرن. ببخشید جناب مکسیم بفرمایید. درود میفرستم به تمام دوستان. ببینید الان ما چیزی که من شنیدم که اولین اولویت تجاوز به کشور ما شده. ببینید خب ما دو تا چیز من اینجا میتونم بگم. ما ملت ایران یک فراموشکار هستیم، دو به یه بیماری به اسم سندروم استکهلم بیمار هستیم که به تجاوزکارای خود همیشه خو میگیریم. ببینید 47 ساله که کشور ما تجاوز شده، به ملت ایران، به ایرانی تجاوز شده. ببینید اومدن هواپیمای اوکراینی رو زدن، اومدن دریاچه ارومیه رو خشک کردن، اومدن اینا رو همه رو میدونیم. دخترای 16 ساله رو میگرفتن تو خیابون میبردن تجاوز میکردن، فردای اون روز اعدام میکردن. هیچ کسی معذرت میخوام رگ گردنش اصلا رگ غیرتش هم بیرون نزد. حالا دو روز یک هفته است که اسرائیل به ایران، معذرت میخوام، به جمهوری اسلامی حمله کرده و رگ گردن ما زده بیرون. ببینید من این چیزی که میخوام بگم، ما اون ابزاری که باید میداشتیم نداشتیم که بتونیم جلوی جمهوری ننگین اسلامی بیستیم. سال 88 بود، سال 98 بود، سال 401 بود. فقط 3 روز یا 4 روز 4000 نفر رو کشتن. هیچ کسی هم اصلا به هیچ جاش بر نخورد. معذرت میخوام اینجوری میگم، حتی به کشورهای غربی هم من دارم اینا رو میگم. اما بیایم ببینیم، حالا اینو من تو پرانتز میذارم، اما یه کشوری هم مثل اسرائیل که هر روز ما پرچمشو میذاریم زیر پا، ببخشید میگم ما، معذرت میخوام، میفهمید خودتون، جمهوری اسلامی تهدید میکنه با بمب میسیل، بمب‌های اتمی دارن تهدیدش میکنن. خب اینم من میگم، من توی فرانسه زندگی میکنم، همسایم بیاد به من 4 روز چپ نگاه کنه، به پلیس که هیچ، همون روز میذارم تو گوشش. آره این 40 ساله داره. ببینید
اینو من میخوام بگم، آزادی، ما بخوام اگر آزاد بشیم، آزادی بها داره، بهای اونم معذرت میخوام اما یه چیز طبیعیه، بهاش خونه. دوستای فرانسوی من میگن ما در 1945 در جنگ جهانی دوم همین چیزی که شما دارین الان تجربه میکنین ما تجربه کردیم. وقتی که نصف فرانسه تحت اشغال آلمان بود با خود فرانسوی ها، آمریکایی ها اومدن بمب ریختن، هم از ما کشته شد هم از اونا، اما برای بهای، یعنی برای آزادی بود. پس ما خون دادیم برای آزادی. ما هم اینو بجانیم، اون ابزار ما نداشتیم. 47 سال دیگه که هیچ، 147 سال دیگه ما خواهیم زیر سلطه جمهوری اسلامی خواهیم موند. من فکر میکنم شما به دوستان ایران بی کم لطفی میکنین با این حرفتون. من فکر میکنم شما قدرت مردم رو ازشون میدزدین و فکر میکنین که اگر وابسته نشن به در واقع چیزای دیگه، به یه قدرت بزرگتری از خودشون، غیر ممکنه که مردم ایران بتونن تعیین تکلیف بکنن خودشون. ببینید ما اینو تجربه کردیم در سال 88 98 401 دیدیم، اومدن زدن کشتن. ببینید اینا رو غربی ها میخواستن که بمونن و غربی ها اینا گاو شیرده هستن و هنوز دارن شیر میدن. به خاطر همین من بهتون قول میدم هر چقدر اینا گاو شیرده باشن، چیز بعدی در واقع حکومت دست نشانده بعدی که با این زور سر کار بیاد، بسیار شیردهیش بالاتر خواهد بود از همین وطن فروشایی که امکانش هست. امکانش هست، اما این یه امکانه. پس چجوری میخوایم کشوری رو که عقب مونده اونجوری بیایم؟ ببینید من تو صحبت بفرمایید. ببینید من تو صحبت‌های شما شنیدم گفتن ساختارهای ایران رو زدن زیر ساختارهای ایران رو زدن، فلان پالایشگاه زدن، فلان جا رو زدن که 30 سال دیگه هم ببینید من خیلی معذرت میخوام مکسیم جان، یه لحظه. دوستانی که توی لایو عفت کلام رو رعایت نمی‌کنن، چه ماد باشین چه ماد نباشین، من از این به بعد بی احترامی ببینم 10 دقیقه دیگه هم باید برم ببینم من ماد هستی، شما ماد هستی، لطفاً عفت کلامتون رو نگه دارید. خانم من 10 ثانیه تموم میکنم. ببینید دوستان گفتن زیر ساخت‌های نمیدونم پالایشگاه فلانجا رو زدن و شاید تا 30 سال دیگه ما نتونیم اینا رو درست بکنیم. ببینید کمی منطق داشته باشیم، فکر بکنیم. تمام پولهای نفت یا زیر ساختایی که ما داشتیم، تمام پولای اینا میرفت برای کجا؟ میرفت برای جنگ در سوریه، هشت شبی، نمیدونم حزب الله، جاهای دیگه. من معذرت میخوام اینو میگم، خودم هم دلچرکینم، اما بیان بزنن که دیگه حداقل پولش برای جنگ دیگه نره. من اینو میخوام بگم که حداقل خود جمهوری اسلامی کمی ضعیفتر بشه که مردم بتونن بلندشن. من فقط یه پیام میخوام بدم. الان موقعشه مردم، اگر میشنوید مردم ایران، الان باید ما بلند شیم. حالا ضربه اول اونا زدن، حالا درسته یا غلطه، الان ما باید بلند شیم ضربه نهایی رو بزنیم. الان نباید بگیم فلانی اومده به ما تجاوز کرده، اون یکی اومده این کارو کرده. الان موقعشه کارو تموم کنیم تا قبل از اینکه پای شاید چکمه های سربازای آمریکایی به خاک ایران برسه. الان موقعشه. من مایکمو میبندم، ببخشید پرچونگی کردم. من فکر میکنم اگر میگیم الان باشه که ما کشته بشیم، چرا خودت نمیری سینه سپر کنی؟ ما نمیخوایم یک نفر حتی کشته بشه. آخه یه لحظه جناب سیمرغ، جناب عقاب آسمان خیلی وقته که هیچی نگفتن. لطفاً صدای ایشونو بشنویم، بعد جناب سیمرغ، بعد دیگه با اجازهتون من از حضور همگی مرخص میشم. جناب عقاب ممنون از صبرتون، خیلی ممنونم از شما، از شکیباییتون. مایک خدمت شماست. دوستان خواهش میکنم همگی مایکامونو ببندیم غیر از جناب عقاب. درود به همه دوستان. خانم مری، من با خود شما شروع میکنم. ببینید، یکی این که موقعی که شما میگید که واسه تغییر رژیم یا انقلاب 8% مردم
لازمه این حرفتون درسته، ولی این واسه کشوری که یک کشور یه دولت دموکراسی داشته باشه و مردم بخوان این دولت رو عوض کنن. ولی ما با رژیمی سر و کار داریم که جواب حرف مردمو با اسلحه میده. مردم ما چقدر آمدن تو خیابون گفتن الان شما میدونید 80% ملت ما این رژیم رو نمیخوان. 45 سال دارن داد میزنن میگن آقا ما این شما رو نمیخوایم برید، ولی رفتن نه، موندن سر کار. و هر موقع هم جوانای ما، مردم ما آمدن به هر نوع اعتراض کردن، جوابشون رو با گلوله دادن. میدونید؟ پس اینی که شما گفتید در مورد 8%، اینو من خواستم به شما توضیح بدم. در مورد اسرائیل که شما صحبت میکنید، اگر شما مسلمان هستید در خود قرآن شما یا من مسلمان نیستم. نه خب باشه، من مسلمان نیستم. باشه. من خدا ناباورم. اصلا بله. راجع به من حرف نزنید. من خدا ناباورم. من بله. دین ستیزم. بله ببینید در قرآنی که خیلی از دوستان معتقد بهش هستن 21 یا 22 بار در مورد قوم اسرائیل صحبت شده و اگر شما تاریخ اون منطقه رو بخونید، فلسطینی ها قسمتی از اون منطقه بودن ولی قوم بنی اسرائیل در اون مناطق زندگی میکردن. تمام اسما رو الان شما به اسمای قدیمی رو ببینید، تمام اسمای یهودیه. این در مورد این که چرا میگید مثلا الان یهودی ها در اونجا زندگی میکنن. در مورد سوم، اگر شما معتقد به سازمان ملل هستید، سازمان ملل اسرائیل رو به رسمیت شناخته و یک کشور میدونه. این در مورد اسرائیل که در مورد این که ما میگیم آقا اسرائیل داره به ما به ایران تجاوز میکنه، اصلا اینجوری نیست. ببینید اسرائیل مرز مشترک با ما نداره. اسرائیل از زمانی که خمینی دهنش باز شد میگفت آقا ما اگر ملت اسلام، امت اسلام توف کنه اسرائیل رو آب میبره. اینو یادتونه این جمله رو؟ خب حالا یعنی ببینید اسرائیل یک کشوریه که میخواد سروایو کنه، میخواد زندگی کنه. رژیم آخوندا یه ایدئولوژی داره که میخواد این ملت و این کشور رو که دوست دارن زندگی کنن از بین ببره. پس ببینید اینا واسه بقای خودشون 45 سال صبر کردن. حالا که دیگه رژیم آخوندی تمام، ببینید من رفتم دیروز تحقیق کردم، هر موشکی که اینا ساختن میدونید چقدر مدرسه میتونست تو ایران بسازه؟ میدونید چقدر شما الان معذرت میخوام عزیز، ولی به نظر من شما دارین مغلطه میکنید. نه اجازه مغلطه خانم چرا؟ ببخشید اون پولایی که اسرائیل گرفت. نه ببین الان چیز دوگانه داری دیگه. شما الان استانداردهای دوگانه داری از ایران، انتظار داری اصلا ایران انتظار داری بر اساس یه سری قوانین پیش بره، ولی اسرائیل نه. خانم اجازه بدید من حرفم تمام کنم، شما نظر خودتون بدید. ببینید اجازه بدید من حرفم تمام کنم. ببینید اسرائیل الان به خاطر بقای خودش در با یه رژیم، یه ایدئولوژی که داشته 45 سال میخواست از بین ببره در مبارزه میکنه. این یک. دوم از این که شما چرا با عربستان سعودی الان در جنگ نیست؟ برای اینکه عربستان سعودی دنیای عرب هم میگن فلسطین حق داره. چرا با اونا الان هم شما تا حالا دیدید دولت عربستان سعودی رسما بگه آقا ما میخوایم اسرائیل از بین ببریم؟ برگشتن گفتن ما به اسرائیل رو اخیراً به رسمیت شناخت. اصلا یه سوال دیگه، چرا الان با دولت اندونزی تو جنگ نیست اسرائیل؟ اندونزی اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفته که اسرائیل کشور اشغالگره. چرا الان با اندونزی تو جنگ نیست اسرائیل؟ ببینید اجازه بدید، تا حالا شما یک کشور جز رژیم ملاها دیدید که بگه آقا ما میخوایم اسرائیل از بین ببریم؟ نه. ما تا حالا یه همچین کشوری نداشتیم که رسما بیاد بگه آقا ما میخوایم دولت و مردم یهود از بین ببریم. این از این. ببینید حالا شما میگید که جالب ایران حرفشو میزنه، اسرائیل عملشو میکنه. حرف ایران قبول، عمل اسرائیل قبول نیست. جالبه. خانم ببینید شما میگید مردم ما باید بیان این رژیم رو بندازن. ببینید 45 سال مردم ما یه تلنگل نتونستن به این آقایون بزنن. الان یک
کشور آمده تمام سران اینا رو داره از بین میبره. مردم ما خیلی خوشحالن، درسته؟ نیستن، همه نیستن. خانم امینی اجازه بدین. هستن. ببینید بفرمایید. 45 سال مردم ما نتونستن کاری کنن، نتونستن یه تلنگل به این آقایون بزنن. حالا یه رژیمی که به خاطر بقای خودش، به خاطر منافع خودش داره اینا رو از بین میبره، سودش هم داره به ملت ما میرسه و ما باز چی تشکر کنیم به جای اینکه بگیم نه آقا به کشور ما حمله کرده. اسرائیل اصلا قصد این که بیاد ایران اشغال کنه نداره. اسرائیل میخواد کار خودش رو انجام بده و برگرده سر خونه زندگی خودش. کار خودش چیه دقیقاً؟ خانم امینی اجازه بدین نه من فقط یه سوال بذاریم از کلیریفای آقا کنیم. باسمان کار خودش بپرسم. که انجام بده و بره چیه؟ من فقط اینو میخواد بره سر خونه زندگی خودش. نه کاری که تو ایران میخواد شما میگی اسرائیل اومده کارش رو انجام بده بره، نمیخواد سرنگونی این رژیم. سرنگونی این رژیم. مرسی. سرنگونی. خب آفرین. خانم امینی اجازه بده. شما فرمودید تمام او اسمای نزدیک اسرائیل یهودی هستن، درسته؟ اسم کشورهای مثلا غزه یهودی اسمش؟ نه من گفتم اون منطقه، شما اگر برید اون تاریخ اون منطقه رو بخونید من می‌بینید خوندم. که خب اگه خوندید که دیگه دمتون گرم دیگه. اون منطقه من میگی تاریخی صحبت میکنم باد. اون منطقه پارسیه. تاریخی صحبت میکنم باد. غزه پایگاه هخامنشیان بوده، از 2500 سال پیش اسمش غزه بوده، کتب هست، من نمیگم. و اسرائیل عمرش از جنتی کمتره، سگ به قبر جنتی. کارش چیه که اومده اسرائیل غزه رو نابود کرد، نسل‌کشی کرد. الان من مخالف آخوندام، دم اسرائیل گرم اومد کمک من. خب باش آقا، چرا نباید استفاده کنیم الان؟ آقای چرا نباید از شاهزاده آیا با اسرائیل استفاده کنیم؟ میخوایم آقا دم اسرائیل گرم اومده کمکمون کنه، دمش گرم. آقا یکی فرمان بده به مردم امشب ساعت 8 همه بریزن داخل خیابون. بر پدرم نعلت اگر زنگ نزنم عید و طایفم همین ساعت 8 حداقل 100 نفر که مطمئنم میریزن تو شهرمون. ولی او 100 نفر رو من نمیدم بکشتن. اول باید شاهزاده بیاد بگه آقا امروز ساعت 8 همه بریزین بیرون. اگر تو ندیدی از طرف من 100 نفر نریختن تو خیابون، بیا هر چی دوست داشتی به من و عید و طایفم بگو. خب این نشد که اسرائیل هی بیاد بزنه. آقا مردم سازماندهی میخوان، ما میخوایم رژیم عوض کنیم، هممون میخوایم رژیم عوض کنیم، هدفمون یکیه، اما میخوان عاقبتش درست باشه. جناب اسماعیل از وقتی که این جنگ شروع شد جناب شاهزاده چند دفعه گفتن ملت غیور ایران الان وقت فرا رسیده که ال بکنیم و بل بکنیم. شما تو ایران چه تحرکی از مردم ایران دیدین؟ چند درصد از مردم ایران جناب خانم امینی اگر بکنن الان این حرفا، نه حتی عمل بکنن؟ اگر ما مردم رو تشویق بکنیم، من مطمئنم، اجازه بده، من مطمئنم همین الان زنگ بزنم برادران، پسر برادران میریزن داخل خیابون. اما میدونی مادرم چی بهم گفت تو داری خانواده رو به کشتن میدی، تو داری خانواده رو تیک میکنی. شما گفتم در تمام خب من چی میگم وقتی مادرم اینطوری جواب منو داد؟ در تمام آزادی های دنیا، در تمام جنگ های جناب مکسیم نه من مخالف اینم. شاهزاده هم ببینید، شاهزاده چرا زمانی که کوروش هخامنشی من شاهزاده هستم، پس چرا آقای مکسیم پس چرا زمانی که کوروش هخامنشی به خونخوارترین حکومت جهان بابل حمله کرد یک قطره خون ریخته نشد؟ چرا یک قطره خون ریخته نشد؟ پس میشه بدون جنگ و خونروزی هم صلح برقرار کرد. اسرائیل تمام خاورمیانه رو داره به تاریکی میبره. و اینم بهتون بگم کسانی که هی میگن فرودو رو میزنن، نمیتونن فرودو رو بزنن، نه به خاطری که رژیم ننگین آخوندا قوی است، به خاطر اینکه تشعشعات حد و مرز هیچ کشوری رو نمیشناسه. آقا بیایم واقع بین باشیم. جمعونا مملکتی که قرار فردا صبح مملکت رو بسازن نفرستیم زیر تانک، یا همه با هم
همه با هم میتونیم، همین امشب هم میتونیم آخوندا رو بندازیم بیرون. ولی اگر 10 نفر 20 نفر 30 نفر، همین الان اخبارا رو بخون، داخل یزد 81 پرونده جاسوسی تشکیل شده. خب الان اگه برن بیرون در راه وطن اینا کشته نمیشن، به اسم جاسوس کشته میشن. آقا واقعیت بین باشین. خب قربونت برم اصلا جناب ما آقای از اسلامی، ببینید من خارج گفتم از پیام کشور رسانی بکنید. خارج از کشور من اینو از آغاز جنبش ژینا گفتم، اینو الان میگم و متاسفانه 110 من باید برم، من یه جا قرار دارم باید برم. میگین خبررسانی کنین از طرف من، تمام اید و تبارم آمادن. من خوزستان من فقط بقیه رو یه ببین، چیز منم بگم. میگم بیان بیرون، ما نه اینکه من بفرستم پشت ما بشم. از خارج از ایران، معذرت میخوام، امیدوارم نه به کسی هم، حالا من حرفمو میزنم، ما اگر خارج از ایران نشستیم، توی امنیت کامل نشستیم و به بچه ها میگیم توی ایران که برین بیرون و جونتون رو در خطر بندازین، وقتی خودمون حاضر نیستیم یه همچین کاری بکنیم غلط میکنیم، بیشرفیم، بهتر دهنمون رو باز نکنیم. اصلا داخل این شرایط به جرم نه. جاسوسی میکشنشون. ما غلط میکنیم از جای گرم و نرم و امنیت توی خونمون. منی که الان بمب رو سرم نمیاد و الان دسترسی به اینترنت دارم و تمام این حرفا، من بیشرفم، من نهایت بیشرف و وطن فروشم اگر توی این شرایط الان من به کسی بگم از خونت بیا بیرون، بیا برو توی مردم ایران زیر اگر بمب و میخوان بارون. در ایران من مردم ایران اگر بخوان ما مردم رو انقلاب روشن بشه، باید می‌کردیم، تاریخشون رو بخونن. که الان موقعشه باید برن بیرون. الان به هیچ عنوان ما نفسمون از جای گرم بلند میشن که بگیم الان وقت نه خیلی انقلابه. خانم، من خود من الان 15 ساله دارم فعالیت میکنم، فعالیت خیابونی میکنم، حالا اون رو به جای، اما ببینید مردم ما اومدیم داریم براشون شفاف سازی میکنیم. ببین مردم الان دارن ما شفاف سازی اگه می‌خواستیم ببینید، بکنیم، به جای اینکه اینقدر به همدیگه حمله ور بشیم، عوض اینکه اینقدر پادشاهی خواها به این و اون بپرن، میرفتن بین خودشون اجماع میکردن، این اتحاد کوفتی رو که دارن میگن به وجود میآوردن بین خودشون، بقیه ماها به کنار، بین خودتون، عوض اینکه اینقدر بیاین به همه بتوپین و اینقدر همه رو تحقیر بکنین، ببین تو کی هستی و تو حرف نزن و تو چپی و تو کوفتی و تو درد و زهرماری، همه رو بخواین حذف کنین، دقیقاً مثل جمهوری اسلامی حرف بزنین، عوض این کارا رو بکنین، بی خیال ماهاشین، برین با خودتون بشینین یه برنامه ریزی بکنین، یه حزب درست میکردین نصف قدرت مریم نیم وجبی، با اون الان میرفتیم سراغ کشورهای متفاوت، باهاشون روابط دیپلماتیک به وجود می آوردیم که بشه با الان از نظر صلح آمیز اون کاری رو که دارین میکنین بکن. این کارا رو نکردین. الان خواهشن مردم ما رو، بچه های ما رو بالای چیز ندین، الان نکشینشون. همین اسماعیل جان من فقط به شما بگم که پایتخت هخامنشیان و کوروش کبیر پاسارگارد بود نه فلسطین. با اجازهتون من میرم، در خدمتتون هستم. خب ببخشید من اینو تموم کنم. ببینید شما الان اومدین لایو گذاشتین و خیلی کسا اومدن گفتن متجاوز الان کیه؟ متجاوز اسرائیل. ببینید ما از اون اولش هم گفتیم متجاوز جمهوری اسلامی بود. اسرائیل متجاوز الان اسرائیله. تو اگه میگی جمهوری اسلامی وطن فروشی، ببخشید من رفتم روز همگی خورد. مای کردویتون بسته میکنم. چرا یک نفر دیگه نمیک دو بزنه یا مثلا لطفا الان مرا چرا دو نمیک؟ آقای محمد دیگه که در تیک من نکدام تیک تاکیسم نه دیگه هم پیشتر میخوام من خواهش کردم این سایه که عکس کی را بالا کرد، عکس فهمید قنبره نمال دنیمی سر ثانیه فهمید از کل شیعت فهمید دفاع کرد رئیس برو یک نفر هم میگه که مقابل شریف شد بیا ما میگه محمد یک دقیقه مصطفی در پایین دکتر صاحب اجازه بدید سید مصطفی که موندی عکس در پایین کس خو محمد جان اجازه بدید، خواهش میکنم اجازه بدید. شیعه یک دین، یک پیرو، یک فرقه است. اگر سایکو گوش کو عزیزم، خواهش میکنم گوش کو.
تو اگر مدافع چی تو باشه چی قنبر باشه حالا هر شیعی دیگه باشه، تو اگر مدافع مذهب هستی اینمی سر روز، اینمی سر روز. برو در ایران در مقابل صهیونیست، در مقابل یهودا استاد چو از مذهب شیعه دفاع کو، جام شهادت رو بینوش با افتخار. در تیک تاک نمیشه، در تیک تاک نمیشه تو پیروانی هم مذهب بودن خود رو دو بزنید. درسته من اعتراف میکنم ما بیدین هستم، ما اصلا مسلمان نیستم، ولی میلیون ها بچه آزری دیگه، میلیون ها بچه آزری دیگه مسلمان است، پیرو شیعه است، پیرو اهل بیت، پیرو 12 امام، خلاصه مسلمان است. ولی اینمی گدای پشتا، اینمی سیدها امی خوب و بدش میایه هزارها رو دو میزنه. امی خوب یک سید خوب را تو در دنیای حقیقی در فضای مجازی پیدا خوب باشه، نیست، هیچ کدامش نیسته. دیگه از فضای مجازی تو مدافع مذهب نباش، مدافع فضای برو ایران در مقابل صهیونیست از مذهب دفاع کن. من مدافع یک دقیقه آرام بش کن من نه کدام مذهب، من فهمید مدافع مذهب کسی هستم، نه کدام چی. من سعید اندوال دارم، از اشتکی ما کدشان کلام شدیم در فهمید ما در کابل محمد جان سعید کدوم مردم بودن؟ درسته. یک دقیقه اوقای سعید تاجیک یا اندوال شم همه قوم پرستی چیزا رو وسط کنیم شما. من کدام سوژه کدام برنامه دیگه پیدا کنین بحث کنین، ما قبول داریم. محمد جان سوالیه که رفیق سعید اوقای سعید آزرایه و بدری افغان سعید نداره، تاجیک سعید نداره، واکش و جماعت در دنیا آمدن فاطمه گیلانی شما این کار میکنید خانواده گیلانی آقا بند نکن که من گپ نمیزنم، در نوبت خود گپ میزنم. با سعید سپاس. آقای محمد، فاطمه گیلانی مگم سعید نیست؟ برادرم قربانش شم، سعیدای تاجیک، سعیدای پشتون، سعیدای فامید ازبک یا سعید کسایی که در شوجمه به دنیا آمدن یا را میگن سعید. ما ندارم. سعیدای